با سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. در خدمتتون هستم با ادامه آموزش‌های دستگاه پروتونیک شرکت آسوا. یه اسکنی که خیلی جالب بود و برای من فرستادن، من گفتم یه فیلمی از این اسکن بگیرم و خدمت شما هم به اشتراک بذارم. این دوستمون اسکن از زنجان فرستادن، با دستگاه پروتونیک 16 زدن و اینجا یک هدفشون مد نظر داشته که حالا اسکرول دستگاهم روی این قسمت گذاشته. این قسمت یه فلز ریزه، ولی ما اینجا یه هدف خیلی ارزشمند داریم. یک ردیف سنگچین داریم اینجا، ببینید قشنگ سنگچین مشخصه، ما ردیف سنگچین رو اینجا داریم و زیر سنگچین یه حجم فلز داریم. یعنی حجم فلز ما اصلا یونیزه نشده و بحث یونیزگی خیلی کم اتفاق افتاده و از این مهمتر این که این هدف اومدن زیر سنگچین قرار دادن. یعنی قطعا این هدف با ارزش است که زیر سنگچین قرار دادن و نمودار ارزش گذاری این اسکن کد مثبت ما دستگاه تا حدود 9800 900 تونسته برام کد بگیره و کد منفی هم به 1200 و نمودار ما هم بالانس است و با توجه به شکل ظاهر این اسکن و با توجه به کدی که ما داریم، ما میتونیم حداقل مفرقی یا نقره‌ای بودن این هدف را تایید بکنیم. البته ممکنه حفاری بشه، مثلا طلا هم بهمون بده، ولی نمیتونیم قطعا بگیم که طلا هست. این اسکن هم ببینید به سمت W زدن. حالا قابل توجه آقایونی که میگن به سمت W هستن نزنید، این اسکن به سمت W زدن. موفق و پیروز باشید.